این چیزایی که دارم میگم ممکنه شاید اسنپ رو ورشکست کنه، یعنی کسی دیگه نره سراغ اسنپ. امروز میخوام چند تا سایت خفن پولساز بهتون معرفی کنم که راحت میتونید ازش 1 تومن تا 2 میلیون تومن روزانه عین آب خوردن پول در بیارید. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو از کانال آکادمی قهرمانی. من ماسال قهرمانی هستم، مدیر و بنیانگذار برندهای آکادمی قهرمانی از اصل، کالاوو، آقای ارگانیک و بامولند و همچنین افتخار این رو داشتم با کلی از بیزنسمن‌های موفق و تاثیرگذار برندهای توی اینستاگرام همکاری کنم و کمپین منیجرشون بودم، به قول خودمون استراتژیست فروششون بودم. امروز قراره چند تا سایت خفن پولساز بهتون معرفی کنم. به جای اینکه پاشید برید اسنپ، میاد تو این سایت ها و به عنوان شغل دوم به شدت پولسازی که هیچ تایمی هم ازتون نمیگیره قرار پول در بیارید. قبل از اینکه بریم سایت ها رو معرفی کنیم، پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت من یه ویدیوی خفن پول در آوردن و کسب درآمد منتشر کردم اولین نفر بتونی ببینید. یه روش فوق خفن و پولساز تو آخر ویدیو بهتون گفتم که هر کسی بره اون اجرا کنه به جرئت درآمدهای خیلی بالایی رو میزنه. این متدم که بهتون میگم هیچ کسی تا الان ازش خبر نداره. به جای اینکه بخوام اون یه نکته رو بگم، 2 تا نکته تو آخر ویدیو بهتون میگم. اینم الان به ذهنم رسید که اینو از من داشته باشید. یه چیز خفنیش که نمیدونه و برگریزونه واقعا. ببین خیلی گنده است، نمیتونم بگم چقدر بزرگه. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این سایت ها، باید یه چیز خیلی مهمی رو بهتون بگم. تبلیغات یه اصلیه که هیچ کسی نمیتونه اون نادیدش بگیره. حتی بیزینس های موفق و میلیاردی که ما هر روز باهاشون ناخودآگاه در ارتباطیم هم اونا تبلیغات رو اصلا نادیده نمیگیرن، چه برسه به بیزینس هایی که تازه شروع کردن و میخوان پیشرفت کنن، پول در بیارن، برندشون رو بزرگتر کنن. پس تبلیغات رو نمیشه حذف کرد. برندهای بزرگ که میلیاردی واسه تبلیغات هزینه میکنن، اونا اصلا دنبال فروش بیشتر نیستن، اونا فقط میخوان که توی ذهن ما بمونن و میرن کلی میلیاردی هزینه میکنن، بیلبورد میگیرن، تبلیغات تلویزیونی میکنن، 30 ثانیه پول تبلیغات تلویزیونی میدن 10 میلیارد. یه سری دیگه هم 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان حاضر نیستن واسه تبلیغات هزینه کنن. آقا تبلیغات جدی بگیر. کسب و کار میزنی باید 2 تا چیز مهم رو بدونی. 1، استراتژی محتوا داشته باشی تو دنیایی که محتوا پادشاهه. 2، استراتژی تبلیغات داشته باشی. این 2 تا اصل رو بلد باشی تو میلیاردر میشی. خب فهمیدیم که آقا بیزینس های موفق و میلیاردی میرن سراغ بیلبورد و تلویزیون و این چیزا. بیزینس های دیگه که میخوان خوب پول در بیارن و خوبم دیده بشن، با یه تیر دونشون بزنن، یه تکنیک خفنی استفاده میکنن. این تکنیک خفن کجا اولین بار شروع شد؟ توی بلو بانک. بلو بانک بزرگترین بانکی شد که کل ایران رو تسخیر کرد. اولین بانکی که سریع رشد کرد با این حجم از رقابتی که نمیشد کرد واقعا، اومد یه تکنیک خفن زد، کل بانکداری رو دست خودش گرفت. اومد گفتش که آقا هر کسی بیاد تو بلو بانک ثبت نام کنه بهش 30,000 تومان 50,000 تومان به عنوان هدیه بهش میدم، کارتش هم مجانی میفرستم. با یه حرکت خفن یه کاری کرد، کل ایران اومدن بلو بانک ثبت نام کردن. حالا در ادامه گفتش تازه اگه رفیقت هم دعوت کنی من بهت پول میدم، بهت 50,000 تومان پول میدم، هم خودت هم رفیقت دوتاتون بهتون پول میدیم. و تو برای اینکه بتونی پول در بیاری رفتی رفیقت هم دعوت کردی، اونم اومد ثبت نام کرد. بلو بانک اگه میخواست بیلبورد بزنه، تبلیغات تلویزیون کنه، انقدر سری نمیتونست بازار رو دست خودش بگیره. اومد گفت چی از این بهتر؟ تبلیغات دهان به دهان. تبلیغات دهان به دهان. تو بری به رفیقت بگی بلو بانک، مگه حرف تو زمین میندازه؟ اومد گفتش من به جای اینکه بخوام برم چند میلیارد پول تبلیغات بدم، میام همین چند میلیارد رو بین سفیرای برندم، بین شماها تقسیم میکنم که شماها برید منو تبلیغ کنید، من پول تبلیغات رو به شما میدم. اینجوری هم بازدهیش بیشتر، هم سریعتر اون چیزی که میخوام میرسم. دقیقاً زد تو خال. این سایتایی که قراره بهتون معرفی کنم دقیقاً اومدن از همین تکنیک بلو بانک ایده گرفتن، کپی کردن. اصلا کپی کردن، دمشون گرم و بازار رو دارن میگیرن. هنوزم که هنوز این تکنیک جواب تو تبلیغات و هر کسی ازش استفاده کنه واسه بیزینسش میلیاردر میشه و هر کسی هم که از این روش بیاد یه بیزینسی بر این اساس که تو آخر ویدیو بهتون لو دادم راه بندازه، اونم درآمد خفنی رو تجربه میکنه.
اصلا قانون بازی همینه، هر کسی بتونه یه ارزشی ارائه بده قراره خوب پول در بیاره و چه کسی از شما بهتر. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب تا اینجا بس فهمیدید که بلو بانک یه سیستمی رو تعریف کرد به اسم دعوت از دوستان، دعوت بقیه، که هر کسی با اون کد معرف شما، لینک دعوت شما اومد حساب باز کرد یا ثبت نام کرد، یه هدیه‌ای بهتون میده. به این کدی که حالا اختصاصی میگن رفرال، کد معرف دیگه. و الان چند تا سایت خفن پیدا کردم، مجوزدار، قانونی، ایرانی، پدر مادردار، و خودم هم رفتم برای اینکه مطمئن بشم از این داستان، هم تحقیق کردم هم خودم عملی اجرا کردم و ببینم واقعا پول میده و اون میزان از حدی که من انتظار دارم و شما رو بتونه به کسب درآمد خفن برسونه رو میده، که دیدم آره دقیقاً این جوابه. این راه کاملا میتونه زندگی نفر رو واقعا تغییر بده. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این سایت ها، این نکته خیلی مهمی رو باید بهتون بگم. این سایت ها بر اساس اینکه شما ثبت نام میکنید از طریق لینکی که تو دیسکریپشن واسهتون گذاشتم و وارد این سایت ها میشید، ثبت نامتون رو تکمیل میکنید. به محض اینکه ثبت نامتون تکمیل شد از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم، همون اول بهتون پول میده. یعنی به راحتی این چند تا سایتی که معرفی کردم فقط برید ثبت نام کنید 200-300 تومن از همین ویدیو پول در آوردید. یعنی صرفا از لینک دیسکریپشن برید تو این همه این سایت ها ثبت نام کنید، 200-300 تومن راحت همین الان نقد بهتون پول میده. بله امپراتور، بله حتما، شما سلام. حالا بماند اون تکنیک‌های خفنی که بهتون در آخر ویدیو میگم، به راحتی میتونید 2-3 تومن روزانه ازش پول در بیارید. بریم سراغ اصل کار، معرفی این سایت ها و اینکه چطوری میتونید ازش پول در بیارید. بریم سراغ اولین سایت. سایت میلی یکی از اون سایت هاییه که میتونه تا 2500 میلی گرم طلای آنلاین بدون اینکه بخواید هیچ سرمایه رو وارد کار کنید، بدون اینکه بخواید 1 ریال هزینه کنید، از همین روشی که خدمتتون گفتم میتونید ازش پول در بیارید. اولین کاری که میکنید، لینکی که تو دیسکریپشن راجع به میلی گذاشتم رو کلیک میکنید. باید وارد همچین صفحه‌ای بشید. از طریق دیگه هم میشه رفت، از بازار یا گوگل پلی یا از طریق گوگل هم میشه وارد این سایت شد. ولی چون اول از همه قرار از این چند تا سایتی که بهتون معرفی کردم پول در بیارید، باید حتما از لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم ثبت نام کنید تا بتونه بهتون هدیه‌تون رو بده. اگر بدون کد معرف یا لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم وارد این سایت بشید، اولین بار بهتون هیچ هدیه‌ای نمیده. وارد این سایت که شدید، شماره موبایلتون رو وارد میکنید، کد دعوت رو به صورت اتوماتیک اونایی که از دیسکریپشن کلیک کردن شناسایی میکنه و اینجا میزنه. روی گزینه قوانین و شرایط استفاده از میلی را خواندم و تایید میکنم میزنید و تایید و ادامه رو میزنید. تو مرحله بعد یه کد فعالسازی واسهتون پیامک میشه. کد فعالسازی رو میزنید، یه رمز عبور مشخص میکنید، احراز هویت میکنید. احراز هویت چی میخواد؟ نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد رو میزنید و تکمیل میشه حسابتون ساخته میشه و وارد همچین صفحه‌ای میشید. بعد از اینکه همه مراحل رو درست گذرونده باشید، باید همچین صفحه‌ای رو ببینید. ولی یه تفاوتی داره. وقتی که وارد این صفحه شدید، یه 5 میلی بالا تو اون موجودیتون مینویسه. چرا؟ چون شما از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم ثبت نام کردید و بهتون 5 میلی گرم طلا هدیه داده. حالا چرا برای من اینو نشون نداره؟ چون من قبلا ثبت نام کردم و برداشت کردم، به خاطر همین 0 زدم موجودی رو. ولی تو حالت عادی باید برای شما 5 میلی گرم طلا رو نشون بده. حالا موجودی شما 5 میلی گرم طلاست یا اصلا 50 میلی گرم طلاست. باید چیکار کنیم که بتونیم برداشت بزنیم؟ اولین کاری که میکنید اینه که باید روی گزینه فروش بزنید، مقدار طلا به میلی گرم وارد کنید، هر چقدر که میخواید حالا برداشت بزنید، یا کل موجودیتون رو میخواید یا اینکه حالا یه مقداری رو. مثلا میزنید 5 میلی گرم طلا، همون عددی که موقع ثبت نام بهتون داده. تقریبا میشه 26000 تومان. تایید و ادامه رو میزنید و یک فاکتور فروش واسهتون ثبت میشه و این مبلغ رو وارد کیف پولتون میکنه. میاد تو صفحه اصلی یه گزینه هست به اسم کیف پول. برای اینکه اون 5 میلی گرم طلایی که فروختید رو برداشت بزنید، هر عددی شده به تومن، روی گزینه برداشت توی کیف پول میزنید. حالا اون مبلغی که میخواید رو وارد میکنید یا کل کیف پول رو برداشت کل میزنید. یه شماره شبا بهش میدید. شماره شبا رو که دادید ادامه رو میزنید، براتون واریز میشه. توی یکی از سیکل‌های پایا واسهتون میریزن. حالا اصل ماجرا اینجاست. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، نوبت اینه که شروع کنید افراد بیشتری رو دعوت کنید. از خانواده خودتون شروع کنید. پدر، مادر، خواهر، برادر. لینک رو واسهشون بفرستید. حالا میگم چطوری. و بهشون بگید که ثبت نام کنن.
به همین راحتی توی خانواده 5 نفره هر نفر که ثبت نام کنه به شما 5 میلی طلا میده. 5 میلی گرم. 5 تا 20 تومن 100 تومن از این طریق درآوردید. حالا اینا عددی که نیست ولی جلوتر میگم دقیقاً چیکار کنید که خیلی خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست رو پول در بیارید. ولی خب 100 تومنش در اومد دیگه. من به شما گفتم 200 تومن راحت میتونید از همین برنامه همین الان پول در بیارید نقد. حالا برای اینکه اون 5 میلی گرم طلا رو به ازای ثبت نام اونا به شما بده باید این کارو انجام بدید. توی قسمت پروفایل میزنید یه گزینه بالا هست به اسم دعوت از دوستان. روی دعوت از دوستان کلیک میکنید. اینجا اون کد دعوت اختصاصی خودتون رو یا لینک اختصاصیتون رو بهتون میده که شما بهتره که این ارسال کد دعوت رو بزنید. حالا مثلا من میگم بیا تو نوتم ذخیره کن. شما مثلا میتونید پیامک کنید. این لینکی که این پایین بهتون میده رو ببینید. این لینک اختصاصی شماست که اگر با این لینک ثبت نام کنن به شما 5 میلی گرم طلا هدیه میده. این رو کپی میکنید و واسهشون میفرستید. با این لینک ثبت نام میکنن. یا اینکه میتونید کد معرفتون یا کد دعوتتون رو کپی کنید و بگید برو وارد سایت ملی شو، گزینه ثبت نام بزن، تو گزینه کد دعوت اون صفحه که اول اومد این کدو بزن که هم به تو 5 میلی گرم طلا بده هم به من. اینجوری میزنه. از این طریق هم میشه. خب اینم از سایت ملی بود. چیز خاصی نداشتش. هر عددی هم از این روش پول در بیارید و واسهتون تصفیه میکنه. هیچ گیر و گوری نداره. حالا وسط این ماجرا میخوام یه چیز خفن بهتون بگم که بتونید به افراد بیشتری رو دعوت کنید و بیشتر پول در بیارید. شما میتونید تو دیوار آگهی بذارید و میگه که بیا با این کد معرف ثبت نام کن و اینقدر طلای رایگان هدیه بگیر، اینقدر پول در بیار و طرفم میاد ثبت نام میکنه. یا اینکه میتونید از گروه‌های تلگرامی استفاده کنید یا هر کامیونیتی که دارید میتونید ازش این کارو استفاده کنید. خیلی جوابه. توی تمام گروه‌هایی که هستید یه پیام تبلیغاتی جذاب درست کنید، یه عکس هم بذارید و اینو واسش بفرستید. حداقل کلی آدم میتونه از این طریق جذب بشن و ثبت نام کنن و کلی صوت طلای رایگان هدیه بگیرید. از هر روشی که بلدید استفاده کنید. آخر ویدیو یه تکنیک فوق خفن بهتون یاد دادم که میتره کنید دیگه با اون روش. اون دیگه نهایتشه واسه کسایی که میخوان خیلی بیشتر از این حرفا پول در بیارن از این روش. سایت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت OMP Finex. یعنی چی؟ وارد این سایت میشید از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن واسهتون گذاشتم. دقیقاً مراحلی که توی سایت‌های قبلی انجام میدادید رو اینجا هم انجام میدید و ثبت نامتون تکمیل میشه. بعد از اینکه ثبت نامتون تکمیل شد بهتون اینجا بیت کوین میده. به جای طلا به اینجا بیت کوین میده. 500 ساتوشی بیت کوین معادل تقریباً 50000 تومان بیت کوین میگیرید اگه از طریق اون لینکی که واسهتون گذاشتم وارد بشید. حالا بعد از اینکه اون کارو انجام دادید و وارد شدید باید توی قسمت داراییاتون اون بیت کوین واسهتون اعمال شده باشه به صورت اتوماتیک. حالا برای اینکه بتونید این بیت کوین رو تبدیلش کنید و به صورت تومانی برداشت بزنید باید چیکار کنید؟ اون بالا قسمت معامله سریع رو میزنید. 3 تا گزینه است. گزینه تبدیل دارایی‌های اندک رو باید بزنید. بعد از اینکه این کارو انجام دادید این پایین 2 تا گزینه است. گزینه تومان رو میزنید. بیت کوین رو باید بهتون نشون بده که مقداری که بهتون هدیه داده رو اینجا نشون میده و روش کلیک میکنید. تبدیل به تومان رو میزنید. بعد به صورت اتوماتیک این مبلغ رو به کیف پولتون میریزه. بعد از اینکه این کارو کردید باید اون مبلغ توی قسمت دارایی‌هاتون اضافه شده باشه. توی منوی پایین گزینه دارایی رو کلیک میکنید. بعد گزینه برداشت رو میزنید. یه شماره شبا ازتون میخواد. شماره شباتون رو میدید. مبلغی که میخواید واسهتون واریز بشه رو هم اینجا میزنید و واسهتون واریز میکنن تو سیکل پایان. حالا چطوری میتونید از طریق این روش افراد بیشتری رو دعوت کنید و بیت کوین بیشتری جمع کنید؟ وقتی وارد صفحه اصلی میشی روی گزینه سایر این پایین کلیک میکنید. قسمت حساب کاربری اون پایین یه گزینه کد دعوت زده. روش کلیک میکنید. اگر که اینجا واسهتون کد دعوت رو نشون نمیده باید روی گزینه ساخت کد دعوت رو بزنید. من قبلا ساختم و اینو داره بهم نشون میده. لینک کد دعوتتون رو کپی میکنید و واسه کسایی که میخواید میفرستید، در اختیارشون میذارید و با اون لینک اگر ثبت نام کنن و احراز هویت کنن معادل 500 ساتوشی بیت کوین بهتون هدیه میده، هم به شما هم به اون طرف. یا اینکه بگید کد دعوت رو موقع احراز هویت بزنه. اگر نزنه به هیچ کدومتون تعلق نمیگیره این هدیه. این سایت از همه‌شون بیشتر داره پول میده. چون دارید بیت کوین میگیرید و اینکه هم چون قیمت بیت کوین هم داره همینجوری میره بالاتر اون دارایی رشد میکنه و این چیز خیلی خفنیه.
سایت بعدی که میخوام بهتون بگم اسمش طلاینه. از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن واسهتون گذاشتم وارد این سایت میشید. دقیقاً مثل مراحل قبلی که بهتون گفتم ثبت نام و احراز هویتتون رو انجام میدید. بعد از اینکه همین کارا رو انجام دادید باید وارد همچین صفحه‌ای بشید. وارد این صفحه که شدید تقریباً چند صد بهتون اینجام هدیه میده و میتونید بفروشید. توی یه سری مناسبت‌های خاص این هدیه رو بیشتر میکنه. دقیقاً نکته اینجاست که تو اون مناسبت‌ها باید بیشتر بتونید افراد بیشتر رو جذب کنید تا طلای بیشتری هدیه بگیرید. حالا فرض میکنیم که میخواید اون طلا رو بفروشید، اون هدیه‌ای که دریافت کردید رو. میاد پایین یه قسمتی هست اینجا به اسم قیمت فروش، روش کلیک میکنید، فروش طلا. اون موجودی که دارید رو یا هر عددی که هست رو اینجا وارد میکنید به گرم، مبلغ ریالیش رو بهتون نشون میده. روی گزینه فروش میزنید و فروش میره. حالا برای اینکه بتونید اون مبلغی که فروش رفته رو و برداشت بزنید باید این کارو انجام بدید. برمیگردید صفحه اصلی، روی منوی همبرگری بالا 3 تا خط تیره میزنید، گزینه تصفیه ریالی تو پرانتز برداشت وجه رو میزنید. اونجا اون مبلغی که بهتون داده رو میتونید کلش رو بردارید یا هر عددی که میخواید. ثبت درخواست رو میزنید، اونم دقیقاً تو سیکل پایه واسهتون میریزه. حالا برای اینکه بتونید افراد بیشتری رو دعوت کنید یا لینک اختصاصی خودتون رو در اختیار بقیه بذارید باید این کارو انجام بدید. توی صفحه اصلی گزینه خونه رو میزنید، این پایین گزینه دعوت از دوستان رو میزنید. یا میتونید کپی لینک دعوت رو بزنید یا مستقیم کپی کد دعوت رو بزنید. توصیه من اینه که کپی لینک دعوت رو بزنید یا همون اشتراک گذاری، فرقی نمیکنه. مثلا میذارم یا تو نوت. این لینک اختصاصی خودتونه. هر کسی با این لینک ثبت نام کنه به همون مقداری که به اون بنده خدا طلا هدیه میده به شما میده. و دقیقاً باید همین رو بهش بدید یا اون کد دعوت اختصاصیتون رو بدید و بگید موقع ثبت نام حتما اینو باید بزنه. آخرین سایتی که میخوام بهتون معرفی کنم ملی گلده. ملی گلد یه تفاوت خاص با بقیه این سایتایی که بهتون گفتم داره. این فرقش با بقیه اون سایت‌ها چیه؟ فرقش دقیقاً تو اینه که میگه اول باید اونی که دعوت کردی یه چیزی بخره، حالا مبلغش مهم نیست. وقتی که خرید کرد هم به اون طرف هم به تو 10 صد طلای هدیه میده. الان به این صورت، بعدا نمیدونم برای چه اتفاقی بیفته. حالا اگر از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن واسط گذاشتم وارد سایت شدی و ثبت نامتو انجام دادی، این کاری که بهت میگم انجام میدی اگر خواستی. اینجا باید یه مبلغی رو خرید کنی. برای مثال می روی گزینه خرید و فروش میزنی، خرید و فروش سریع رو میزنی. اون عددی که میخوای خرید بزنی رو میزنی. برای مثال من همون 10 صد طلا رو میزنم. اینجا میای پایین گزینه پرداخت از کیف پول رو میزنی، میشه 57 تومن. ولی قبلش فکر میکنم یه سری احراز هویت خاص میخواد. مثلا میگه عکس کارت ملی بفرست، شماره شبات رو تایید کنیم. یکم سختگیری داره تو احراز هویت. بعد از اینکه احراز هویتت انجام شد و خرید زدی، حد اکثر تا 24 ساعت بعد هم اون طلایی که خودت خریدی رو بهت نشون میده، همون 10 صدی که بهت هدیه داده رو بهت اضافه میکنه تو پنلت و میتونی مجموعاً هر چیزی که به دست آوردی رو بفروشی. چطوری میفروشی؟ گزینه خرید و فروش رو میزنی، همون خرید و فروش سریع، فروش طلای آب شده. اینجا به گرم وارد میکنی، مبلغش مشخص میشه، میتونی مشخص کنی که به کیف پولت وارد شه یا به حسابت وارد شه. یکی از اینا رو میزنی و برداشت رو میزنی و تمام. خیلی از سایت‌های دیگه هم هستن که این کارا رو دارن انجام میدن، اما اینا از همشون به نظرم بهتر بودن و مطمئن‌تر بودن و تاپ تریناشون رو بهتون گفتم. اگر باز شما سایت‌های دیگه هم پیدا کردید حتما این کارو انجام بدید. حالا نوبتی هم که باشه، نوبت این 2 تا تکنیک خفن و پولسازی که بهتون قولشو داده بودم آخر ویدیو میگمه. اولیش، شما وقتی سوار اسنپ میشید، اسنپی دنبال چیه؟ دنبال پول دیگه. خب واسه 20 تومن 30 تومن داره مسافر میزنه، اسنپ میره. خب تو از این فرصتی میای استفاده میکنی، بهش میگی که آقا یه چند تا سایت هست، من خودم ثبت نام کردم، یه ریال هم ازت پول نمیگه، همه اون داستانه که بهتون گفتم و میگی و میگی بابا تو که داری 20 تومن کرایه میگیری، خب با این لینک من الان ثبت نام کن، یه 200 تومن هم از اینجا در میاری، هر کی هم سوار ماشینت شد بهش پیشنهاد بده ثبت نام کنه، هم اون طرف پول کرایه واسش در میاد، اون مسافره، همین که خودت یه پولی در میاری علاوه بر اون کرایه. خب این اسنپی از خداشه دیگه، همین که همون اول خودش پول در میاره، همین که به بقیه میگه و ثبت نام میکنن و خودش پول در میاره، دعات میکنه و کلی چیزای خفن هم بهت میگه دمت گرم. این اولین تکنیکه. به راحتی هر سفری که با اسنپ رفتی این کارو بکن، هم پول کرایت در میاد، هم کلی از این کار داری پول در میاری علاوه بر اون که کرایه که اصلا اهمیتی نداره.
روش دوم چیه؟ آقا تو میای تبلیغات انبوه میکنی، این روش هزینه بره، این روش باید پول خرج کنی. تبلیغات اصلا مجانی نیست، غیر از اون چیزی که بهتون گفتم. این تبلیغات هزینه بره ولی خب میارزه دیگه، باید تستش کنی، آزمون و خطا کنی و اون نتیجه مطلوبی که میخوای بگیری. توی دیوار و اینا رو که مجانی میری انجام میدی، توی تلگرام اینا هم هزینه‌ای نداره، ولی خب مثلا میری به یک کانالی تبلیغات میدی، باید بلد باشی، همینجوری نری هزینه تبلیغات بدی میخوام تبلیغات کنم و نه، تبلیغاتتو سوخت میکنی. اگه روششو بلدی برو انجام بده، اگرم که نه من چند تا سیگنال مهم بهتون میگم. تبلیغات انبوه واتساپ خیلی جوابه بچه‌ها، مخصوصا که الانم دیگه واتساپ فیلترینگ نیست، خیلی میتونه کمکتون کنه و از این طریق سریع میتونید پول در بیارید. ولی حواستون باشه تو این تبلیغات 2 تا نکته اساسی. یک، چطوری میتونی اعتمادش رو جلب کنی. درسته داری یه چیز خفن بهش پیشنهاد میکنی، اما طرف فکر نکنه اسکم کلاهبرداریه. باید یه تکنیکی پیدا کنی که اعتمادش جلب بشه و اینکه بتونی علاقه‌مندش کنی، جلب توجه کنی. 2 تا نکته رو رعایت کنی، به شدت میتونی از اون روزی 1 میلیون 2 میلیون تومان برسی به 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان روزانه. برید این تکنیکا رو اجرا کنید، نتایج خفن تو بیا تو کامنت ها بهم بگو و من کیف میکنم، حال میکنم، بهتون دمشت گرم و کلی انرژی مثبت واسهتون میفرستم و واقعا خوشحال میشم از این داستان. خیلی مخلصیم، ممنون که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودی. اگرم حال کردین ویدیو رو لایکش کن تا بتونه به افراد بیشتری یوتیوب اون رو نشون بده و افراد بیشتری بتونه از این فرصت ویژه استفاده کنن و تو دستانی باشید از دستان خدا که به افراد بیشتری میتونی کمک کنی. من که خیلی حال کردم و امیدوارم تو ویدیوهای بعدی بتونیم اتفاقات بزرگتر و خفن‌تر رو رقم بزنیم. میبینمتون.